سلام. امروز 27 اسفند 1403 با ما برای معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری چابهار همراه باشید. جاذبه‌های گردشگری در سه مسیر اصلی شرقی گواتر، غربی زراباد و کنارک چابهار میباشد. مسیر گردشگری شرقی شامل جاذبه‌های گردشگری زیبایی همچون سواحل مرتفع رمین، تالاب صورتی، درخت انجیر معابد 1000 ساله، کوههای مریخی و مینیاتوری و همچنین اسکله مرتفع بریس و جنگل هرا و دلفین ها و کلوت بنزیرو و اسکله زیبای پسابندر می باشد. و اما مسیر غربی جاذبه‌های زیبای گردشگری چابهار شامل بازدید از باغ‌های میوه‌های استوایی روستای چهاربیتی، گلفشان و کشتی صخره‌ای و تلاقی رمل و دریای بندر تنگ و تک درخت نخل خرما در روستای درک و باغ‌های موز و پاپایا در زراباد می باشد. سومین مسیر بازدید از جاذبه‌های زیبای گردشگری کنارک و روستای زیبای پزم همچون تاقبستان زیبای دریایی، چشم اقیانوس، ساحل خرچنگ‌ها و ساحل پرندگان و بازدید از اسکله لنج‌های کنارک میباشد. جاذبه‌های زیبای داخل شهر چابهار که از روستای تاریخی 2500 ساله تیز آغاز می‌شود، شامل غارهای بانمسیتی، قبرستان اجنه، مسجد تکمناره 1500 ساله، بقعه آل رسول و بیبی بازار و دریا کوچک و دریا بزرگ و آفشان دریا بزرگ میباشد. با حفظ محیط زیست پیرامون و جمع‌آوری زباله‌هایمان در حفظ و نگهداری جاذبه‌های زیبای گردشگری چابهار یاریگر ما باشید. با آرزوی سلامتی و سفری خوش. انور ناروی، خبرگزاری صدا و سیما، چابهار.